به نام خدا. سلام، صبح بخیر. چند عبارت تأکیدی در محور من هستم رو با هم کار میکنیم. لطفاً اونها رو با صدای بلند به مدت 21 روز متوالی هر صبح تکرار کنید تا باورهای شما تغییر پیدا کنه. من با خودم در صلح هستم. من در سلامتی کامل هستم. من توانا و قدرتمند هستم. من خلاق هستم. من بخشیده شده هستم. من ارزشمند هستم. من دوست داشتنی و عزیز هستم. من منحصر به فرد هستم. من یکی یک دانه خدایم هستم. من خوششانس هستم. من مفید و عالی هستم. من سلامت و سرزنده هستم. من محافظت شده و در امان هستم. من از نظر مالی مستقل، مرفه و ثروتمند هستم. من کاریزماتیک هستم. من شفا داده شده هستم. من برکت داده شده هستم. من صادق و شریف هستم. من با انگیزه و با اراده هستم. من ارتعاشی با فرکانس بالا برای جذب رویاهایم هستم. من آهنربای جذب پول هستم. من قوی و پر انرژی هستم. من در رفاه کامل زندگی می کنم. من به هر کاری دست می زنم موفق هستم. من وفادار و قابل اعتماد هستم. من لبریز از الهام و هدایت الهی هستم. من سرسخت و خوششانس هستم. من در فراوانی هستم. من سپاسگزار خداوندم هستم. من در پرتو رحمت الهی هستم. برای همه عزیزان آرزوی خیر دارم. موفق باشید. مهابادی.